طرف رفته به خاتمی رای داده، به خمینی رای داده، به خامنه‌ای رای داده، به روحانی رای داده، به رئیسی رای داده، به پزشکیان رای داده، بعد به شاهزاده رضا پهلوی که میرسه میگه نه به نظرم گزینه مناسبی نیست، به نظرم زوده، به نظرم بی سواده. شما از سطح سواد شاهزاده رضا پهلوی چی میدونی؟ به سطح زبان زنده دنیا داره صحبت میکنه، وسط خبرنگارای بین‌المللی جواب تک تک خبرنگارا رو داره میده، کنفرانس میذاره، صحبت میکنه، 4 کلمه حرف حساب میتونه بزنه، میهن پرسته. شما با رای دادنتون فقط ریدید، فقط نسل ایرانی رو نابود کردید. مردم فقیرتر شدن، مردم بدبختتر شدن، نخبه‌ها فراری شدن، جوونا فراری شدن، دخترها فرار کردن از کشور، همه نابود شدن. یک بار برای همیشه به شاهزاده رضا پهلوی اعتماد کنید. اجازه